روز شما بخیر بینندگان ارجمند. امروز دوشنبه 30 سپتامبر است و ما با جمع همکاران در تاجیکستان و پراگ شما را به دیدن نشر نوی برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی دعوت میکنیم. حالا با موضوع اساسی این برنامه شنود شوید. در پی کشتار رهبران حزب الله لبنان، این سازمان تندرو زیر حمایت ایران اعلام کرد که به زودی هیئت نوی ریاستش را انتخاب میکند. به کارهای داخلی ازبکستان دخالت نکنید. مقامداران در تاشکند طلب دارند که نماینده وزارت کارهای خارجه روسیه ماریا زخاروا به فهرست سیاه وارد کرده شود. و در روز بزرگداشت جلال الدین رومی می رویم به وادی وحش، زادگاه شاعر و متفکر معروف ترین تاجیک در جهان. عمر آدم همچو برق است و درخش، با درخش کی توان رفت سوی وحش. و از خبر اخیر شروع میکنیم. رستم خالقوف، رئیس سابق شرکت تاجیکایر و مدیر پیشین فرودگاه دوشنبه، 1 سال بعد بازداشت آزاد شده است. خالقوف برای برآمدن از حد وکالت‌های منصبی و اسرافکاری به مقدار مخصوصاً کلان ایبدار میشد. منبع‌های رادیوی آزادی گفتند این کار پس از پرداخت بیش از 10 میلیون سامانی یا 1 میلیون دلار جبران ضرر امکان پذیر شده است. تاجیکایر یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان سالها باز مشکلی مالی دارد. نعیم قاسم، معاون رئیس حزب الله، یک سازمان تندروی تحت حمایت ایران و یک حزب سیاسی که جنوب لبنان را زیر نظارت دارد، گفت که رئیس نوی این سازمان را به زودی انتخاب میکنند. حسن نصرالله، رئیس پیشین حزب الله لبنان که امریکا آن را سازمان تروریستی مینامد، روز جمعه در ضربه‌های هوایی اسرائیل کشته شد. قتل او نگرانی‌ها از دامن زدن جنگ در خاورمیانه را زیادتر کرده است. تحولات منطقه در گزارش همکارم طاهری سفر. یکی از بناهای استخامتی در مرکز شهر بیروت، اولین ضربه اسرائیل به یک محله اهالی‌نشین در مرکز پایتخت لبنان. جبهه خلقی برای آزادی فلسطین که یک سازمان افراطی دانسته می شود گفت در نتیجه ضربه 3 رهبران کشته شدند. شاهدان عینی از وحشت حمله می گویند. وضعیت وحشتناک و ترسناکی بود. یک جسد آنجا روی زمین می خوابید. زخمی ها و ویرانی بود. مردم از ترس در کوچه ها می دویدند. اینجا گوشه دیگری در کنار شهر بیروت است، جایی که ارتش اسرائیل با چند حمله هوایی حسن نصرالله، رهبر سازمان حزب الله لبنان را کشت. سازمانی که امریکا آن را گروه تروریستی مینامد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفت هدف حسن نصرالله از بین بردن کشورش بود. نصرالله یک تروریست دیگر بود. تروریست بود. محور محورها بود. محرک محور شرارت ایران بود. او و آدمانش تهیه‌گران طرح نابودی اسرائیل بودند. با افزایش حمله‌های اسرائیل به بیروت، تعدادی بی سرپناهان در لبنان زیادتر می شود. حکومت لبنان از بیخانمان شدن 1 میلیون نفر می گوید. عین زمان وزارت دفاع اسرائیل با نشر چند ویدیو گفت که به 10 موضع حزب الله در لبنان ضربه زده است. اسرائیل می گوید پیش از حمله ها غیر نظامیان را آگاه کرد که از آن جایها بروند. رهبر لبنان حمله های اسرائیل را محکوم کرد. متاسفانه قانون جنگل که در جهان حکمران است به اسرائیل امکان داده است که تمام تلاش‌ها را برای آتش بس باز داشته جنگ را به ضد لبنان ادامه دهد، چون که پروای قانون‌های بین المللی ندارد. وزارت تندرستی لبنان گفته است که در حمله‌های اسرائیل در 2 هفته گذشته بیشتر از 1000 لبنانی کشته و 6000 کس دیگر زخمی شدند. ارتش اسرائیل میگوید بعد از شدت گرفتن جنگ حزب الله روزانه تا صدها موشک به اسرائیل پرتاب میکند. در این حمله ها چند نفر مجروح شدند، ولی بسیاری از موشک و پهپادهای حزب الله را سیستم دفاعی هوایی اسرائیل نابود کرده است. در دوشنبه یک حادثه فرهنگی، معرفی کتاب نوی نویسنده میرزا نصرالدین نان شریکی و
با بهانه آن بررسی رابطه‌های سیاسی و تاریخی تاجیکستان و روسیه برگزار شد. اثر نویسنده 76 ساله بحثی را در زمینه نقش روسیه در سرنوشت تاجیکستان چون یک کشور اشغالگر یا شریک و همکار ایجاد کرده است. همکارانم علیشیر ظریفی و برات یوسفی هم در این محفل گفتگوی تمدن‌ها اشتراک کردند. تو دون که خواه ریان است، خواه ولایت یا جمهوری، حاکم اساسی کاتب دوم حساب می آمد. همه دیگرگونی ها شکست و ریخت که در جمهوری به وقوع می آیند با راه و کانال های مخصوص کاتب دوم به مسکو می رساند. قاعده چنین است. پارچه از رمانی نویسنده میرزا نصرالدین سعیدزاده با نام نون شریکی 100 سال با روسیه. نویسنده 100 سالی زیر سلطنت روسیه قرار داشتن تاجیکستان را در سیمای قهرمانی اساسی اثر جاوید منصوروف رئیس یک کلخوز در وادی وخش با تصویر کشیده است که چگونه او با عذاب و ناعدالتی‌های آن زمان روبرو می‌شود. نون شریکی در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های گوناگونی را به میان گذاشت. بعضی‌ها از آن توصیف نمودند و برخی انتقاد. چنین بحث‌ها نیز باعث توجه و خریداری و مطالعه بیشتر این اثر شده است. به نظر سیاستشناس عبدالله راهنما مناسبت تاجیکستان با روسیه روشن است و با وجود امضای چندین سند و حجت‌های همکاری در ذهن مردم پرسش‌هایی هست. در عمل بسیار گپ‌ها بسیار مناسبت‌هایی است که برای ذهن جامعه ژورنالیست‌ها خواننده‌ها مردم سوال می‌آفرد. این مثلا مناسبت با مهاجران، مناسبت با مسائل گوناگون. بنابراین هنوز امین گروه‌های هستند که اگر به روسیه کمی ایراد گیری حکم گیری داره یا که جانبداری کنی یا مخالفت کنی، برای همین مسئله هنوز حل نشده است. درباره تاریخ تاجیکان اثرهای گوناگونی نوشته شده است، ولی در رمان نون شریکی میرزا نصرالدین سعیدزاده بعضی قالب‌شکنی و افشای کمبودی‌های 100 سال پیش به طور مؤثر انعکاس یافتند. کسی که اندکی گویم که استعداد داشته باشد، اندکی خصلت نویسندگی داشته باشد، با گذشتهش نگاه میکند که چی شد گذشته ما. امروز ما با کجا میرویم؟ هر چیزی که من نوشتم، هم نون شریکی، هم آتش در خانه قدیم و شب دشوار، اون چیزی که در همین نگاه من بود، در وجود من بود، اون چیزی که من دانش داشتم، همین کتاب‌ها نویسوندم. خیال میکنم که یک نگاه تاریخی باید باشد به خواننده ما. اگر هرچند که ما هر زیادتر هرچند نگاه تاریخی داشته باشیم، این برای خواننده خوب است. فقط نگاه همین که مردم دانند گذشته ما چی بود. و بینندگان ارجمند، شکل مفصل این گزارش و گفتگوی اطراف کتاب نویسنده میرزا نصرالدین به زودی در سامانه رادیو آزادی نشر می شود. اتفاقاً بحثی که این روزها در میان مسکو و تاشکند سر زده است تا جای ادامه داستان است که حالا شنیدیم، حالا گفتیم. یک مقامدار حکومت ازبکستان طلب کرد که ماریا زخارova سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه را در صدر فهرست افراد نامطلوب برای ازبکستان قرار دهند. ماریا زخارova را بعد این نظرهایش درباره حادثه در مکتب تاشکند به دخالت به امور ازبکستان گناهکار میکنند. امروز امبودسمن ازبکستان گفت که در این کشور هر حادثه خشونت در مکتب را تحت نظارت جدی قرار میدهند. زخارova چی گفت و چی شنید؟ در گزارش همکارم شهلا گلخواجه. ماریا زخارova باید در سرخط فهرست شخصان نامطلوب در ازبکستان جای داده شود. این را مشاور وزیر اکولوژی ازبکستان، سابق بلوگر و دپوتات پارلمان رسول کوشربویف در صفحه تلگرام خود نوشته است. کوشربویف گفت ازبکستان هرگز به کار مکتب‌های روسیه دخل نکرده است، چون که این مسئله امور خاص و داخلی مسکو است. این که نماینده وزارت کارهای خارجه روسیه ماریا زخارova طلب کرده است که حادثه در مکتب تاشکند تحقیق شود، به گفته این شخص با نفوذ حادثه نیست که به آن باید چشم پوشید. او گفته است بر پایه قانونی که به تازگی قبول شده است، فرصت آن رسیده است که زخارova را بر روی خط آن شهروندان خارجی و شخصان بی شهروندی وارد کنند که حضور آنها در ازبکستان نامطلوب دانسته می شود. کوشربویف گفت مطمئن است که ماریا زخارova باید اول شده به این روی خط سیاه وارد کرده شود. با این را به گفتش زخارova می فهمد که اظهارات تحقیرآمیز و نژاد پرستانش بی جواب نمی ماند.
دریغ این باری اول نیست که زخاروا به امور داخلی دیگر کشور و ملت‌ها دخالت میکند. علاوه به این چند پیش خانم زخاروا وقتی گپ‌های یک سیاستمدار روس را درباره احتمال هجوم به اوکراین شرح میداد، درباره ازبکستان بعضی گپ‌های تحقیر کننده به زبان آورد. بر اساس خبرهای اخیر آموزگاری را که خواننده مکتب را زده است جریمه بستند. او را در آگاهانه رسانیدن آسیب سبک و تحقیر گناهکار کردند. مدیر مکتب از کار رانده شد. در حادثه‌ای که روز 23 سپتامبر در درس زبان روسی مکتب 188 تاشکند روی داد، معلمه پسر بچه را که از او خواست درس زبان روسی به روسی برگزار شود او را لطوکوب کرد. به این حادثه در کرمل توجه کردند و ماریا زخاروا طلب نمود که این حادثه شرح داده شود و گفت آن زیر نظر عمیق مسکو می باشد. چند مقام در ازبکستان به او گفتند به امور داخلی این کشور دخالت نکند. تاس نوشت که روز 27 سپتامبر رهبران وزارت‌های امور بیرون روسیه و ازبکستان سرگئی لاوروف و بختیار سعیدوف در حوزه مجمع کلی سازمان ملل متحد در نیویورک ملاقات کردند و به ذکر موضوع گفتگوها سعیدوف بعدا نوشته است که جانب‌ها پایبند بودنشان به اصل عدم دخالت به کار کشورهای همدیگر را تاکید نمودند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. امروز 30 سپتامبر در تاجیکستان روز بزرگداشت مولانا جلال‌الدین بلخی است. باور می‌رود شاعر و متفکر برجسته عصر 13 سال 1207 در وادی وخش امروزه تاجیکستان تولد شده مدت در اینجا زیسته است تا زمانی که برای آموزش و ایجاد تحقیق و کشف حقیقت به خارج رفت و اثرهای معروفش دیوان شمس، مثنوی معنوی و دیگرها را آفرید. مثنوی از اثرهای معروفترین جهانی او است که به 10 زبان خارجی ترجمه شده است. ولی در زادگاهش وادی وخش درباره او چی میگویند؟ گزارشی از مولا رجب یوسفی. پیکره 17 متره مولانا یا جلال‌الدین بلخی در ناحیه همنام او در وادی وخش ولایت ختلان. اینجا مشتی خاک از تربت او در قونیه ترکیه آورده مقبره را بنیاد کردند. کنارش همسان خانه را بنیاد نمودند که گفته می شود جلال‌الدین بلخی در وادی وخش زندگی و ایجاد کرده است. چله خانه، مدرسه مردانه و زنانه، 9 حجره مخصوص که گفته می شود زندگی مولانا را انعکاس می کند، دقت مهمانان را از ترکیه، ایران و هندوستان و کشورهای دیگر جلب می کند. یک زمره عالمان و محققان گفتند که مولانای بزرگ مؤلف داستان بی‌زوال مثنوی معنوی زاده بلخ نبوده در قسم شرقی رودخانه وخش به دنیا آمده است. کرامت الله صدیروف، شاعر جوان و از دوستدار آثار مولانای بلخی، در وادی وخش میگوید که بدون شبهه مولانا زاده ختلان بوده، زادگاه او در آثارش ذکر شده است. عمر آدم همچو برق است و درخش، با درخش کی توان رفت سوی وخش. یعنی این مصرع شعری دور از وطن در شهر کنیه سروده شده است که هنگامی بیمار بودن، هنگامی خب تنیشان فرسوده بودن سروده شده است که شعری حسرت نیز نامیده می شود که چگونه می توان با این برجاماندگی به زادگاه خویش به بخشان زمین روند. مقامات محلی میگویند که تلاش‌های زیادی را برای گرامی داشتن متفکر برجسته انجام دادند. هر ماه محفل مولانا خانه انجام می شود به هدف آگاهی بیشتری مردم. مولانا جلال‌الدین بلخی یا رومی در جهان شناخته شده آثار پرغناوت او با زبان‌های مختلف نشر شده است. بنا به معلومات سرچشمه‌های تاریخی او سال 1207 در وادی وخش تاجیکستان به دنیا آمده، سال 1273 در شهر قونیه ترکیه وفات کرده است. از بهار سال 2022 مرکز مولانا در خیابان مولانای جلال‌الدین بلخی افتتاح شد و همه سال روز جهانی مولانا نیز همینجا برگزار می شود. شعار روز جهانی مولانا برای امسال مصرع‌های شعری مشهور بوده است: ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. بینندگان ارجمند، برنامه ما در همینجا به آخر می رسد. تشکر که با ما بودید. خبر و گزارش‌های از این بیشتر رو همیشه می توانید در وبسایت azadi.org و صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس کنید. با رادیو آزادی فرستادن خبر و ویدیوهای مهم و جالب از حادثه‌های تاجیکستان را فراموش نکنید. خدا نگهبان شما.